دوستای عزیز، امیدوارم به هر جایی که هستید خوش تنها بودینم ما نیستم رسید بخیر. دوستای عزیزی هم هستن بند سبزک اگر مربوط به باکس میشه واقعا یک جایی با صفا و جای عالی هستن دیگه بسیار هم تو جنگلزار دیگه شما دیگه قضاوت کنید. دیدنی یک منظره خاصی داره. دیگه میته سرده که بسیار سرده. حاجی صاحب چی هوایه؟ هوایه دیگه چی یک منظره یا؟ ببینی قدرت خدا دیگه چی یک منظره یا خداییش دیگه هر چی که بگی کمه دیگه هر چی که بگی کمه. بیام از اینجا دیگه انجینیر راتی چطوری؟ جان جورا بخیری؟ سلامتی؟ چیکار میکنی بچه اینجی؟ این گوسفندا شما یا؟ شما چه کار میکنید؟ نه درگاه موتر قلفه درخت بسیار جای لوکس دیدنی واقعا نه باید اینجا لذت چه ببرید. آقای مرزایی جان لالای چطور هستی؟ حال تو چطوره؟ ای نمادم چی یک جای با صفایه آقای سلطانی بود نایی توش برد واو یاران خود
دوستای عزیز خوب مهربان، ببینید طبیعت زیبا را که چقدر یک زیبایی منحصر به فرد داره. بادریس است، بادریس. بادغیس بالا مرغاو. بادریس بالا مرغا. بالا مرغاو. بالا مرغا. زنده‌باد. زنده‌باد. sen ama bokurdum. والله ما تربوز نوردم. Arka ama bokurdum. چیشی خوردی؟ Arka. هرچه خوردی؟ نوشی جانت. شی سترگ لري علاقتا. او دکتر صاحب چطور طبیعت یا؟ هوا چطوره؟ هوا مثل سرده که جای مالداری و جای پرورش گوسفندا و مال دیگه. ببینیم که چقدر واقعیت سیل کنید و کوارا. دوستای عزیزمونم ببینید که چقدر درخت داره، چقدر نهال داره، سرسبزیه. واقعیتش طبیعتی خیلی زیبا داره. سیده سایکو سید. سیدایی داره. ما که مهاجر میگیم بیا بریم ما تو برادر کسان چکر بگیریم و یا برادر دوستای عزیز ببینید چی یک خوب سیدیه. همین سیده که بسیار قشنگ دیگه. او برادران سایه کش نکید و سرده طرف گرمی بشین. درختای خودرو طبیعت دیگه بسیار عالی و قشنگ. داشتر برو. سو برو.
هر چقدر جلوتر میرید زیباتر شده میره دیگه. قربان خدا جان برم قد از این طبیعتش دیگه هر چی بگی زیبایه دیگه. هر گوشیش که نگاه کنی این سنگ ها رو ببینید، این درها رو ببینید دیگه. این نقاشی طبیعت است، واقعتش نقاشی طبیعت است. حاجی اینجا بیا اینجا. پرنده های زیبا سرصدایش میه معلوم نیست خود زنه در کدام شاخه ششته. کجا ازدین؟ آن اون طرفه. تماشا کنید دوستای عزیز ولایت بادغیس را. بند سبزک هسته ولایت بادغیس دیگه. واقعا چی طبیعت قشنگ زیبایه دیگه. دوستای عزیز خود شما مشاهده منید دیگه. چی یک طبیعت است. فیلم از بار بگیره نه آها نه جای دوستا خالی تو سایکو درختار کووا کلا نمیته سرسر. واقعا ده بگی کشت که ده اصلاح شده بگی کشت که ده اصلاح شده گفته است تو. یا والله خدا صدقه خدا جان شون دیگه. هر چقدر که سیل منی دیگه زیباتر شده میره. خب این تپه های قشنگ ببین کلا بگی نقاشی که ده یک منظره خاصیه دیگه. دوستای عزیزایی که در ولایت هرات آمدین یک دفعه دیگه بخی بیاینش. خیلی جای دیدنی است، لذت میبرین دیگه از دیدنش دیگه. واقعا لذت میبرین. جغل سنگا رو میبینی ریخته. خیلی دیگه یک قرخ هسته. جای قرخه.